به نام خداوند عشق و سخن. کتاب باز هم خدا هست، اثر جول اوستین. راز معنوی روز دهم. همکنون اظهار می دارم که خداوند در اجرای برنامه‌هایش برای زندگی من تعجیل دارد و من به او ایمان دارم. به همین دلیل است که رویاهایم با سرعت بیشتری محقق خواهند شد. از این به بعد برای فائق آمدن بر موانع یا پرداخت بدهی‌ها یا ملاقات با افراد مناسب به سالهای متمادی زمان نیاز ندارم. خداوند کارها را با سرعت بیشتری انجام خواهد داد و پیروزی‌ها سریعتر از آنچه انتظار داشتم نصیب من خواهند شد. خداوند منبع الطاف و برکات است که همه آنها را بر من سرازیر خواهد کرد. همه اینها را به صراحت اقرار می کنم.